بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاری از برادران پرسیده ایستادند که به سفر رفتن زنها به محرم چه حکم دارد؟ خصوصا در آخر وقتها زنها به سفرهای حج و عمره به محرم رفته آمده ایستادند. از روی مذهب خودمان، مذهب حنفی، از روی تعلیمات امام اعظم رحمت الله علیه همین کار درست است و یا نیست؟ در جواب میگوییم که به محرم سفر کردن زنها درست نیست. در کتاب مختصر الوقایه در اول کتاب حج بیان میکنند که فرض علی کل حر مسلم مکلف صحیح بصیر له زاد و راحلة، یعنی فرض است حج بر هر یک شخصی آزاد مسلمانی مکلف، یعنی عاقل و بالغ، تندرست و سالم، بینا، برای او زاد و راحله باشد. فضلا عما لابد منه، زاد و راحله زیاده از حاجتهای اصلی و از اساسها و چیزهای مهمی زندگانیش زیادتی باشد و این چنین زیاده باشد از نفقه عیالش، از اهل و عیالش نفقهش زیادتی باشد تا وقتی برگشتنش، مع امن طریقی، با همراهی امن بودن راه، تنج باشد، راهی رفته آمدن به حج و عمره تنج و امان باشد، خوف و خطر نباشد. و الزوج او المحرم للمرأة، در آخرش گفتند با همراهی شوهر یا محرم برای زن، یعنی زن اگر به حج یا عمره رفتنی باشد حتما با همراهی شوهرش و یا با همراهی محرمش باشد. این کان بینها و بین مکه مسیرة سفرین، اگر باشد بین زن و بین مکه مسافه سفر، یعنی از همین جایی که زن سفر میکند تا مکه اندازه و مقداری سفر باشد، یعنی حاضر حساب که 120 کیلومتر و یا زیاده از آن باشد، حتما باید که با همراهی محرمش رود. انا در این مسئله در مذهب ما بسیار دلیل ها بیان کردند، چندین حدیث ها ذکر کردند که از جمله آن حدیثی که در کتاب صحیحین بخاری و مسلم روایت کردند از ابن عمر که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند لا تسافر المرأة 3 ایام الا و معها ذو محرمین. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند سفر نکند زن 3 روز مگر اینکه با همراه او محرمش باشد. مسافه سفری شرعی که آن 3 روز است به حساب حاضر 120 کیلومتر و یا زیاده از آن باشد سفر نکند به محرم گفتند. و یا در روایتی که دارقطنی در سننش و بزار در مسندش آوردند از ابن عباس که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند لا تحج المرأة الا و معها محرم، حج نمی کند زن مگر اینکه با همراه او محرم باشد. و یا اینکه این را نهی گیریم اگر لا تحج المرأة، یعنی حج نکند زن مگر اینکه با همراه او محرمش باشد، با محرمش باید که به حج برود. گفتند فقال رجل یا نبی الله انی اکتتبت فی غزوة کذا و امرأتی حاجة قال ارجع و حج معها. یک مرد گفت که یا رسول الله من در فلان غزوه نامنویس کردم، اشتراک دارم، اما زنم باشد به حج رونده است، چیکار کنم؟ آن حضرت علیه السلام گفتند از رهت برگرد و حج کن با همراهی زنت، یعنی نگذاشتن که تنها زنش به سفری حج برود، بلکه این سفری مهمی دیگر که غزوه بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برگرداندند، گفتند برگرد و با همراهی زنت شو و با او حج کن، تنها زنت را نفسان گفتند.
دیگر حدیث در سنن دارقطنی از حدیث ابو امامه باهلی مرفوعاً آمده است. مرفوعاً یعنی از پیامبر خدا علیه السلام آمده است که لا تسافر امرأة ثلاثة ایام او تحج الا و معها زوجها. سفر نکند زن 3 روزه سفر یا اینکه حج نکند مگر اینکه با همراهی شوهرش باشد. یا اینکه در روایت مسلم و ابو داود آمده است که پیامبر علیه السلام گفتند لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر سفرا یکون 3 ایام فصاعدا الا و معها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او محرم منها. یعنی گفتند حلال نیست، روا نیست برای زنی که ایمان دارد به خداوند تعالی و ایمان دارد به روز قیامت، حلال نیست که سفر کند سفری که 3 روزه راه باشد و یا زیاده از آن، مگر اینکه با همراهی پدرش باشد و یا پسرش یا شوهرش یا برادرش یا یکی از محرمهایش. اکنون در باره محرم معلومات دهیم که برای زن کیها محرم است. برای زن آن مردها محرم است که بین این زن و آن مرد نکاحش درست نباشد. مثلا برای زن پدرش، بابایش، پسرش، نبیره‌اش، عمکش، تقایش، برادرش، همه اینها محرم حسابند، چون که بین اینها زن نمیتواند به برادر خود نکاح شود یا به برادرزاده خود یا به عمک خود یا به تقای خود. بین اینها نکاح درست نیست، اینها زن و شوهر شده نمیتوانند. انمین نوعی خویش و تبارها محرم هستند. اما خویش و تبارهایی که بین این زن و آن نکاح شدنش روا است و محرم نیست، مثلا عمک بچهش، تقا بچهش، عمه بچهش، اینها محرم نیستند، چون که بین اینها نکاح شدن درست است. و این محرم را محرم معبد میگن، یعنی باید این محرمی که با همراهی و سفر میکند محرمی ابدی و همیشگی باشد. اما بعض محرم های هستند که حرام بودن نکاح با آن محرم موقتی است. محرم موقتی به سفر به زن همراه شده نمیتواند. به مثل برادر شوهر، زن نمیتواند با قین خود یعنی با برادر شوهرش به سفر رود، چرا که برادر شوهرش موقتا این زن حرام است. اما وقتی که شوهرش میگذرد میشود که برادر شوهرش را نکاح کرده گیرد. برای این را محرم موقتی میگن که محرم موقتی برای حج و عمره یا به دیگر سفرها به زن محرم شده همراه شده نمیتواند. من این از جمله کسانی که به زن محرم شده سفر کرده میتوانند محرم مصاهرتی میگن. محرمی که به سبب گوییم داماد شدن به وجود آمده است. زن میتواند با همراهی پدری شوهرش سفر کند. پدری شوهرش نیز محرم معبد است. و یا اینکه خوشدامن میتواند با داماد خود سفر کند، چون که بین اینها به سبب مصاهرت محرمیت ثابت شده است و این محرم نیز محرمی ابدی محسوب می شود. راست که ما پیرو مذهب امام اعظم که باشیم همه جهت به این مذهب عمل داشته باشیم. مذهب ما از روی همین حدیث های شریف که به محرم سفر کردن را منع کرده است باید که خودداری کرده شود از به محرم سفر کردن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم.